سلام دوستان، من امیرم. ما اینجا آب آکادمی خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از آموزش های نرم افزار پاور بی آی. توی این جلسه قصد دارم بهتون آموزش تاب کلکیولیت در دکس رو بهتون بگم. خب ما قبلا در مورد کلکیولیت صحبت کردیم، یه مثالی هم تا جایی که یادمه زدیم، گفتیم که ما میتونیم ازش به عنوان جمع و در واقع تقسیمامون استفاده کنیم. مثلا اومدیم مثال زدیم گفتیم کلکیولیت کنه دیواید حالا یک ستونی رو، مثلا اوردر پروفیت رو جمع کنه، تقسیم بکنه بر جمع سیلز های ما، اون عدد رو ضرب در یه عبارت دیگه کنه و به علاوه عدد ثابت که توی قسمت 4 عمل اصلی توی اون ویدیو براتون توضیح دادم و که خب داشتیم از تابع کلکیولیت استفاده می‌کردیم. ولی اینجا هم می‌خوام از کلکیولیت به عنوان یه دونه فیلتر گذاری استفاده کنم. ببینید گاهن شما مثلا ممکنه اتفاق بیفته که اینجا بهتون مثلا مدیرتون گفته که بله برای من یه اسلایسر درست کن، وقتی روی یه کشور کلیک میکنم نمودار منو متناسب با اتفاقاتی که تو اون کشور افتاده، مثلا سیلز من رو بیاد متناسب با اون اتفاقی که تو اون کشور افتاده نشون بده. اما یه موقع هست میخواد نمودار مقایسه‌ای داشته باشه، یعنی یه همچین چیزی رو میخواد این به کنار، میخواد ببینه که مثلا توی ایران چه اتفاقی افتاده و نمیخواد این ایران دیگه تکون بخوره. مثلا میخواد اینجا ایران رو داشته باشه، در کنار اون حالا ایران رو با افغانستان مقایسه بکنه، ایران رو با آلبانیا مثلا مقایسه بکنه و الی آخر. خب برای اینکه این اتفاق بیفته ما میتونیم بازم از تاب کلکیولیت استفاده بکنیم به این نحوه که شما کلکیولیت رو معرفی میکنید، جمع حالا اون عبارتی که میخواد رو بر اساس اون کشور به عنوان یه دونه شرط بهش میگید من میخوام این ستون من مساویه با، بعد تکستتون رو میذارید، مثلا میذارید ایران، که حالا ابتدای ویدیو من یه نمونهشو براتون ساختم و نشون دادم. خب بریم ببینیم چطوری نوشته میشه. برای این کار ابتدا مثل همیشه طبق روال یه میجر جدید باز میکنیم. خب اسمش مثلا بذاریم، حالا ما میخوایم مثلا در مورد فروش ها صحبت کنیم، اسمش بذاریم سیلز، چون قبلا سیلز یه دونه سیلز داشتم، اینجا اسمش بذاریم مثلا سیلز 3. خب این سیلز ما میشه حاصل کلکیولیت. خب فانکشن کلکیولیت رو استفاده میکنم. حالا میخوام بگم که برو جمع بکن. خب کیو جمع بکنه؟ از تیبل اوردر من برو کیو برام بیار. مثلا در مورد سیلز داریم صحبت میکنیم، میگم برو سیلزای منو بیار، پس برو تو اوردر سیلزا رو حساب بکن. خب و بعد از اینکه پرانتز سام رو بستیم یه دونه ویرگول و قسمت بعدی میگه خب حالا فیلترت رو به من معرفی کن. خب برای اینکه فیلترم بهش معرفی کنم باید بیام چیکار بکنم؟ باید بیام بهش بگم خب تا اینجای کار که بهت گفتم که در واقع در مورد کدوم ستون میخوام جمعش ها، حالا میخوام بهش بگم که کدوم ستون فیلتر منه. خب من در مورد کانتری دارم صحبت میکنم، پس میام میگم که برو ستون کانتری رو برای من بیار. و میخوام کانتری من مساوی باشه با، ببینید وقتی از دبل کوتیشن استفاده میکنم این در واقع منظورش اینه که من میخوام اسم یک تکستی رو اینجا بنویسم. مثلا ایران از نوع تکسته، میخوام ایران بنویسم. خب اینو بهش میدم، پردازش میکنه. خب هیچ اروری نگرفت و میجر من با اسم سیلز 3 ساخته شد. حالا برای اینکه تست کنم ببینم که اصلا چی نوشتم، یه دونه کارت یا یه دونه میتونید ماتریکس باز کنید و از اینجا تیبل 3 رو بهش میدید. میبینید برای ایران داره میگه مثلا سیلز تو بوده 113 ممیز 75. خب حالا نگاه کنید این الان یک فیلتر ثابت برای منه. مثلا من اگه اینجا برگردم بیام افغانستان فیلتر کنم این ایرانه تغییر نمیکنه. حتی من میتونم اینجا اسم این میجر بذارم مثلا سیلز ایران، حالا من اینجا گذاشته بودم سیلز 3، مثلا این اسمش بذارم سیلز ایران. بعد از اینجا دیگه اینو من به عنوان یک میجر ثابت، یک فیلد ثابت دارم و میتونم با فیلدهای دیگه هم مقایسهش کنم. همینطور در این حال مثلا میتونید اسم کشوری رو اگه خاصی تغییر بدید از این قسمت تغییر بدید. مثلا من میذارم فرانسه و
انشو جا انداختم. ببین مثلا چون غلط املایی داشتم هیچی پیدا نکرد، خط چین داد. می‌بینید مثلا برای فرانسه چه فروش بالایی هم داشته. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید. به امید دیدار تا آموزش‌های دیگه ما رو سابسکرایب کنید. خدا نگهدار.